خیلی که علما گفتن تطلق الامة في القرآن على 4 معان، یعنی کلمه امت را در قرآن به 4 معنی داد کرده شده است. کلمه امت را در قرآن کریم به 4 معنی داد کرده می شود. یکم امت به معنای طائفه آمدگی است، خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره نحل در آیت 36 فرموده است ولقد بعثنا في كل امة رسولا، ولقد بعثنا في كل امة رسولا، یعنی قسم یاد ما در هر امت، یعنی در هر یک طایفه شخص را رسول کرده فرستانیده ایم. در اینجا امت به معنای طایفه است. دیگر امت به معنای امام است. یعنی که امت به معنای امام پیشوا است، خیلی که الله سبحانه و تعالی نیز در سوره النحل در آیت 120 فرموده است ان ابراهیم کان امة قانتا لله. واقعا ابراهیم امت بود، یعنی امام بود. امام آن کسی رو میگویند که به وی دیگرها اقتدا میکنند. فهمیدید؟ قانتا لله در اطاعت الله بود. در اینجا امت به معنای چه؟ امام آمده ایستاده است. سیوم الامت، یعنی امت به معنای ملت آمده است. امت به معنای ملت آمده است، خیلی که الله سبحانه و تعالی فرموده است در قرآن در سوره زخرف در آیت 22 انا وجدنا آباءنا على امه. هر آینه ما پدران خیش را دریاب کردیم بر امت، یعنی بر ملت، بر دین، بر آیین. چهارم امت به معنای زمان است، وقت است، خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف در آیت 45 فرموده است و ذکر بعد امه ای تذکر بعد زمان، یعنی بعد از اندک وقت به یادش رسید، یعنی بعد از زمانه یا که بعد از یگان وقت چی یکی در یادش آمد. در اینجا امت به معنای زمان است.